داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان سرزمین موعود. آیی زمان رست که بنی اسرائیل کم به سرزمین موعود تاها یعنی کنعان وارد بیند. یوشع 2 جاسوس به کنعانی سرزمین اریهای شهر را دیم داد. شهر دور محکم این دیوار داشت. شهر تا یک فاحشه که نامی راها پتت زندگی کرد که جاسوسانه چیه را داد و بعد به راوان کمک کرد که شادب جیند. یک کار را انجام داد چون به خدا ایمانی داشت. آوان به راهاب قولش داد که وقتی اریها را نابود کنند شایی و شایی خانواده را محافظت کنند. پریشته که تو آنند به سرزمین موعود تاها داخل بیند بنی اسرائیلی کم مجبورت کشه اردنی رویده تاها عبور کند. خداوند به یوشع گوشت کاهنان را دیمتر شود دیمده. زمانی که کاهنانی پاده دل به اردنی رویده آبها برسی که صندوق عهد حمله کنند آب جریان قطع بید. طوری که بنی اسرائیل تواند شروعت خانه تاها گزید و خشکی زمینی عبور کند. وقتی که کم اردنی رویده عبورش کرد خدا به یوشع نشان داد که چون به قدرتمندترین شهر اریها حمله کند. بنی اسرائیلی کم خدایی دستورا اما را که امر کرد اطاعتش کرد. تمام کاهنان و سربازان تا 6 روز یک گشت شهر را دورش جد و بعد در 7مین روز آوان 7 گشت گشتر شهر را دورش جد و آخرین دوره تاها سربازان گو کاهنان که شیپورش جد فریادش جد. در آن وقتا اریهای شهر دیوار فرورد. بنی اسرائیل گرد چیزانه که شهر تاوت همه را که خدا دستور دادت شبین برد. فقط راهاب و آیی خانواده در امان ماندند که آوان هم به اسرائیلیان پیوستش. وقتی که آدگه کم کنعانی سرزمین تاها ساکنتن زانتش که اسرائیلیان اریها را ویرانش کرده وحشتش کرد که مبادا اسرائیلی کم به آنان حمله کنند. خدا به اسرائیلی کم فرمان دادد که هیچ قوم و قبیله صلح و پیمان مبندید. اما یک کشا کنعانی یعنی قبیله و که جیهون نام داشت به یوشع دروغ گشت و ادعا کرد که شدورین جای کنعان یاتگند. آوان یوشع لوتدش که گراوان پیمان صلح بندید. یوشع و اسرائیلی کم خدا نپرستش که جیهونیان کجا یاتگند. پس یوشع گویشان پیمان صلح برقرار کرد. اسرائیلیان وقتی زاند که جیهونیان آوان فریب داتگند خشمگین بودند. اما وقتی پیمان صلح گراوان نپروشتش چرا که پیمان در خدای حضور بسته بودند. بعدها دیگه پادشاه کنعانیان به نام اموریان زمانی که اشکت جیهونی قبیله و بنی اسرائیلیان پیمان صلح بستگند گوتی هم دیگه را متحد بودند که به جیهونیان حمله کنند. جیهونیان یوشع درخواست کمک کردند. یوشع اسرائیلی سپاه را جمع کرد و تمام شبها راهنماییش کرد که به جیهون رسند. صبح روز بعد آوان اموریان را غافلگیرش کرد و به راوان حمله کردند. خدا اموریان را سردرگم کرد و درشت این تگریش آسمان نازل کرد که به یه وسیله و اموریان باز یعنی کشته بودند. همچنین خدا روی چه حرکت متوقف کرد تا اسرائیلی یعنی سرباز زمان کافی داشته مبیند که بتوانند اموریان را شکستند. خدا روی چه تا تویم پیروزی اسرائیلی یعنی نصیب کرد. بعد شایی که خدا لشکران را شکست دادد آدگه کنعانی که زندگ منتتند و حمله کردن به اسرائیلی که آماگوتی همدیگر متحد بودند. یوشع و یهودیان به راوان حمله کردند و آوان نابودش کرد. بعد شایی جنگا خدا به هر قبیله بنی اسرائیل یک بخش سرزمین موعود داد و بعد خداوند آرامش را به اسرائیل یعنی مرزانی سراحک فرما کرد. وقتی یوشع به پیری دوران رست بنی اسرائیل مچ کومان جمع کرد و بعد پیمانی را که خدا و بنی اسرائیل به سینای صحرای تاها بستد شدوارک بازگو کرد و کمکل دادند که به وطی ایمان تاها باقی مانند و خدای شریعت پیروی کنند. داستانی برگرفته کتاب مقدس کتاب یوشع فصلهای 1 تا 24.